بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان شبکه نجم تیوی، بارها ما از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، از حدیث های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم شرح داده بودیم، سخن کرده بودیم و میخواهیم یک سلسله برنامه در شرح حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بهر شما پیشکش کرده باشیم و برای این یکی از کتاب‌های بهترین، کتاب‌هایی که احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع کرده است، کتاب امام بزرگوار امام یحیی ابن شرف نووی که با نام ریاض الصالحین باغ نکوکاران ترجمه شده است با زبان تاجیکی. در شرح همین کتاب بپردازیم. این کتاب یکی از بهترین کتاب‌هایی که احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع نموده است. اولا مؤلف این کتاب یکی از امامان بزرگ حدیث و یکی از دانشمندان فقه مذهب امام شافعی رحمت الله علیهم، امام یحیی ابن شرف نووی سال 631 هجری مطابق به سال 1233 میلادی در یکی از دهه‌های دمشق سوریه با نام نوا به دنیا آمده‌اند. امام نووی چنانه که شاگردشان نقل میکنند میگویند 10 ساله بودند و پدرشان گرفته امام نووی را در دکان خود برای خرید و فروش همچون فروشنده مانده بودند. اما امام نووی هر وقتی که وقت خالی میافتند با حفظ تلاوت قرآن مشغول میشدند. روز یکی از علما رهگذر میشود با نام یاسین مراکشی. این دانشمند میبیند که یک جوان پسر، همون هم امام نووی بودند، یک جوان پسر در دکان نشسته است و تلاوت قرآن میکند، با حفظ قرآن مشغول است و رفیقانش او را به بازی دعوت میکنند، مجبور میکنند که بیا همراه ما بازی کن. اما امام نووی راضی نمیشوند و گریه میکنند. از شدتی که آنها سخت مجبورشان میکنند، امام نووی گریه دارند. سپس این دانشمند این ملکه و این محبت کودک را دیده به نزد استادش میروند و میگوید که این جوان پسر بسیار ملکه خوب دارد و انشاءالله که یکی از دانشمندان بزرگ اسلام خواهد گشت. استاد امام نووی حیران میشد، میگوید تو منجم هستی، فالبین هستی؟ میگوید نه، این الهامی بود که از خداوند، اون حالت همین کودک را دیده از جانب خداوند همین چیز برایم الهام شد. بعد از این حادثه پدرشان بسیار جدی اهمیت میدهند، بلاغت نرسیده قرآن کریم را حفظ میکنند و یکی از دانشمندان و عالمان بزرگ اسلام میگردند. مؤلفاتشان، کتابهایشان زیاد است. یکی از همان شرح صحیح مسلم است و اینچنین کتابی که انشاءالله به شرح آن میپردازیم کتاب ریاض الصالحین است، باغ نکوکاران است. این کتاب عبارت از 1903 حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم، چنانه که خود امام نووی میگویند حدیث ها را تنها از 6 کتاب احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، 6 کتاب سنن جمع کرده اند و بیشترش از صحیح بخاری و صحیح مسلم است و برای آسان شدن در فهم همین کتاب و خواندن این کتاب امام نووی آن را به 372 باب تقسیم کردند. یعنی هر یک باب یک موضوع را در بر میگیرد و چنانی که علما میگویند و چنانی که انشاءالله وقتی شرح میبینیم تمام جنبه های حیات را در بر گرفته است، هم در باب آداب و اخلاق و هم در باب عقیده و هم در باب معاملات و مناسبت ها، در همه چی را در بر گرفته است
و چنانه که امام ذهبی رحمت الله علیه در سیر اعلام نبلا میگویند فعلیک یا اخی بتدبر کتاب الله و بادمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي وكتاب رياض النووي تفلح وتنجح. امام ذهبی میگویند ای برادر عزیز، کتاب الله را، قرآن را بسیار تدبر کن، اینچنین کتاب صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتاب سنن امام نسائی و در آخر کتاب ریاض الصالحین امام نووی تنجح و تفلح، انشاءالله از جمله نجات یافتگان و نکوکاران خواهی گشت. در حقیقت این کتاب موافق نامش است، باغ نکوکاران. در حقیقت یکی از باغها برای انسان مؤمن و مسلمان حساب می شود. امام نووی رحمت الله علیه 44 سال عمر به سر بردند و در دهه خود در نوا وفات کردند و در آنجا دفن شدند. الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را به شرح کتاب باغ نکوکاران یعنی ریاض الصالحین موفق گرداند و عمل کردن به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. اینچنین الله حق سبحانه و تعالی ما و شما را موفق گرداند و از جمیع گذشتگان ما و شما از علما و دانشمندان، اینچنین امام بزرگوار امام یحیی ابن شرف نووی را الله رحمت و مغفرت نموده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.